من حکیموف شاکر قاسم جانویچ 19 اپریل سال 1966 در شهر کانی بادام تولد شدم. سال 1983 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام شریف جان حسین زاده را ختم کردم. من بعد انستیتوی پلیتکنیکی تاجیکستان، فاکولته مکانیکی تکنولوژی و فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده 4 سال اسپیرانت انستیتوی فلسفه و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان، 4 سال دکترانت انستیتوی دولت و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان و 3 سال کارآموز محقق دانشگاه مسکو بودم. در مجموع 32 سال تحصیل کردم و نتیجه آن دفاع رساله دکتر علم حقوق شناسی بوده است. رساله نامزدیم در موضوع کنستیتوسیه همچون پدیده حقوقی و سیاسی دفاع شد. سال 2002 سال 2012 در مسکو رساله دکترین در موضوع زمینه‌های فرهنگی و تاریخی و ویژگی‌های تشکل کنستیتوسیونالیسم دفاع شد و من مؤلف با زبان تاجیکی 3 کتاب به دانشگاه ها هستم و اینچنین 7 مونوگرافیا و از جمله یک کتاب درسی با زبان های تاجیکی و روسی و ازبکی شهروندی و اشتراک در اداره کنی برای صنف های 9 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نیز می باشد. اگر نظر به دوران جوانی شما کنیم از آن دوران تا این دوران یعنی چه فرقی است؟ درست است که در آن دوره آزادی خواهی بود. بهر رسیدن به مقام اجتماعی و اعتبار و شخصیت شدن و تشکل افکار جمعیتی نیز محض استعداد دانش با وجود بودن پدیده های نامطلوب شرطی مهم بود. امروز رسیدن به یگان مقام اجتماعی نه دانش و استعداد و لیاقت بلکه دیگر پدیده ظهورات های نامطلوب از جمله کروپسیا، رابطه های قبیلوی و محلی داشتن نیز شده است و این البته زمینه های هم وحدت ملی و تحکیم دولتداری و رسیدن به آرمان هایی که از قانون اساسی برمی آید خللدار میکند. سالهای 1984-86 در نیروهای هوایی حربی ارتش شوروی در شرق دور خدمت کردم. فعالیت مهنتی را تقریبا از صنف‌های 4 تا 8 در کالخاز سابق لنینگراد یا حالا جمعیت سهامی ایرم کانی بادام آغاز نمودم. از صنف 8 تا 11 با برابر تحصیل در زواد کنسرو کانی بادام کردم و فلسفه همه این در آن بود که پدرم میخواستند که ما در زندگی استوار باشیم و به قدر زندگی رسیم و منبع زندگی رو یابیم. شما در دوران پیشین یا که در دوران شوروی از رهبران کمسمال بودید، یعنی به اصطلاح در دکچه کمونیستی جور شدید، اما بعدا از این نظام رو گرداندید و به نظام دموکراتی رو آوردید. ارزش ها تغییر یافتند، کریتری ها در انتخاب و جابجا گذاری نیز دیگر شد. چون من تحلیل کردم که حزب‌های دیگر تا یک اندازه در جنگ شهروندی فعال بودند یا تا یک اندازه در ذهن مردم و افکار جمعیتی آن تاثیر منفی یا مثبت یا نظررسی داشتند. من مخصوص حزب سوسیال دموکرات را انتخاب کردم چون که این حزب نو است و به حادثه های معلوم تاجیکستان یگان ارتباطی نداشت و در زمینه زیاییان و روشنفکران تأسیس یافت و از این خاطر هدفهاش هم که هم تحکیم نهادهای دموکراتی و عدالت اجتماعی است به من بیشتر پسند آمد و تا امروز در این حزب هستم. فرستاده باید که دانا بود، به گفتن دلیر و توانا بود. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. در پی ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز تا یک اندازه به کنار رفت. واقعیت امروزه تاجیکستان و ویژگی های روند سیاسی حزب‌های سیاسی را
و دیگر نهادهای جامعه شهروندی را نیز وادار میکند که وابسته به شرایط کار و فعالیت داشته باشد. این موضوع واقعیت است. از این خاطر ما کوشش میکنیم که وابسته به شرایط رابطه معین با جامعه داشته باشیم. اون کارهایی که ما به انجام میرسانیم بنابر بودن مانع‌ها و نبودن اراده سیاسی طریق رسانه‌های رسمی فضای اطلاعاتی دسترسی جامعه نمیشه. زندگی از من به جان و مردن از من در فغان، ننگ از بود من و ناموس در موجود من. با این همه شما از کمترین نفران باقی مانده در تاجیکستان که تا حال نظرهای انتقادی خود را پنهان نمی‌دارید. از روی وجدان عمل میکنم و کوشش میکنم که آنچه که پدیده یا ظهورات نامطلوب است یا سیاه است همچون سفید بررسی نکنم و کوشش میکنم که تدریجاً سیاه را سیاه گویم و سفید را سفید. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. جسارت و حق‌گویی در کشور مثل تاجیکستان برای یک سیاستمدار و یک مخالف در شرایط امروز تا کجا وزنین است؟ نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردن ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمیتوانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب‌های سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند، در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و آنها وابسته به جهانبینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهمگزارتر باشند که این باعث تأسف است. ای فلک داد از جفایت در چه حالم کرده ای، پیش پای بیشعوران پایمالم کرده ای. پس با جامعه بسیار حزبی در کشور چگونه باور می‌دهید؟ در نظام سیاسی بودن چند حزب بگذار 5، 10 و 15 حال مضمون بسیار حزبی حقانی را ندارد. بسیار حزبی واقعی که از ماده‌های مربوطه قانون اساسی تاجیکستان و عهده‌داری بین المللی آن نیز برمی آید حالا همچون آرمان است با واقعیت تبدیل نیافته است. خانواده فرزندان به وضع اجتماعی شما چگونه مناسبت دارند؟ عائله من با مرور زمان به طرز زندگی من عادت کرد و اون را قبول نمود. او نیز چند سال آخر امکانیت ادامه فعالیت مهنتی را ندارند و تا حتی کار تا به جای رسید که به کتابخانه ملی وقتی که حجت سپارید اونها برای موافقه گویا سندهای مربوطه را به مقامات حفظ حقوق پیشنهاد کردند و از جانب آنها بنابر عائله من بودنش یا با من رابطه پیوندی داشتنش مانع ایجاد کردند. در نتیجه من و زنم امکانیت کار را نداریم و منبع درآمدی روزگاری ما 2 فرزند کلامی می باشد. زندگی گردآوری یک رو باشد پس چرا ابله از بام افتد گردن ما بشکند. اکثر همفکران شما کشور را ترک کردند. آیا شما نیز بار فکر ترک کشور را کردید؟ با سیاست سر و کار دارم و مسئولیت شهروندی برای امروز فردای این تاجیکستان با وجود مشکل‌های زیاد و مسئولیت در نزد پیوندان و فرزندان مرا وادار می‌کند که شهروند کامل حقوق تاجیکستان باشم و در فعالیت و کارم بیشتر در تاجیکستان باشد و از برد و باخت تاجیکستان گپ زنم. در این دنیا که نامردان عصای پیر می دزدند، من خوشبین و زود باور عدالت جستجو دارم.